نظر راجع به این رپر چیه؟ الله اکبر. بابا رفتم بقالی گالباز نداری، همینه دیگه. ببین بخوام توی یک کلمه بگم، دهاتی. یعنی ته تهش اینه. ببین اینا اصلا رپرها کلا جامعه رپ اینجوریه که وقتی آهنگ میخونن انگار مثلا یه دو نفر دنبالش میکردن همینجوری میخونن. مثلا شما نگاه کن آقای مجید رضوی الان از پاپ خونمون چقدر جوست و چقدر عالی، نوازنده دارن رو استیج. بعد اینا اصلا خب میگم که فقط دهاتی قشنگ اینا رو گوش میده. مجید رضوی جوست عالی میخونه، رضا پیشرو چرت و پرت میخونه، پشت سر هم میخونه. احمق. اون سبکش یه چیز دیگه است، رضا پیشرو یه چیز دیگه است. رضا پیشرو داره رپ میخونه، رپ اصلا همین شکلیه. بعدش هم ما هممون دهاتی بودیم اومدیم تهران. بعد اون موقع توی دهات که اصلا امکانات نبودش، از کف همین تهران شروع کردن خوندن رپرها دیگه. دوم از این، تو خودت مثلا تهرانی تو شب عینک دودی میزنی، همون گادریل